حضرت خضر یه وقتی داشت میرفت، یه کسی آمد از او تقاضای و کمک کرد. گفت ندارم. گفت تو رو به وجه خدا قسمت میدهم، من آثار خیر و نیکی را در چهره تو میبینم، به وجه خدا قسمت میدهم برا کمک. گفت تو مرا به یک قسم بزرگی قسم دادی، من که چیزی ندارم، اما چون یک همچه قسمی دادی من خودم را غلام تو قرار میدهم، تو مرا ببر به بازار بفروش، پولی که از فروش من به دست آوردی خرج حل مشکلت کن. گفت چی میگی؟ گفت همین که گفتم. مگه تو مرا به وجه رب قسم ندادی؟ من نمیتونم از این قسم بگذرم. تو رو قسمت میدم به وجه رب که مرا ببر به بازار حضرت خضر افتاد جلو، اینم پشت سرش بردش تو بازار غلام فروش ها. آی غلام داریم، فروختش به 400 درهم. پولا رو گرفت و رفت. اون کسی که شد صاحب خضر او رو گرفت و برد خونه. دیده خیلی آدم جلیل القدری، پیر مردم هست، نورانی هم هست. جرأت نکرد بهش کار بگه. گفت های من تو صاحب من شدی، من غلام تو شدم، و یه دستوری به من بده، یه کاری از من بخواه. گفت آخه من حیا میکنم. گفت نه حیا نکن، من همه کار بلدم. و اگه میتونی آجرا رو از اینجا منتقل کن به اونجا. آجرایی بود که 6 نفر در یک روز از صبح تا شب میخواست جمع بشن، اینا رو جابجا کنن، تازه تموم نمیشد. به 1 ساعت تمامی آجرا رو جابجا کرد. تعجب کرد. گفت تو که هستی که یک همچه قدرتی خدا به تو داد؟ تو بعد از این امین خانه من باش، من میخوام برم یه سفری، تو فقط مدیریت کن کارهای زندگی من. گفت نه اگه کاری هم داری بگو. گفت حالا اگه وقت کردی چند تا خش رو برای من بزن، من میخوام یه بنایی بسازم. نقشرم گفت. رفت مسافرت، برگشت دید این تمام خشتا رو زده، ساختمونم بنا کرد. گفت تو رو به اون خدایی که این قدرت را به تو داده قسمت میدم، خودتو معرفی کن، تو که هست؟ و من خضر معروفم. زد تو سرش، گفت وای به حال من، تو شدی غلام من به تو دستور بدم، هرچی از من میخوای بخوا که حاجتت روا شده است. گفت من هیچی ازت نمیخوام، فقط تنها چیزی که میخوام منو آزاد کن، برم به زندگیم برسم، برم به عبادتم برس. بعد وقتی که آزادش کرد گفت خدا رو شکر که مرا غلام کرد و همون خدا مرا آزادم کرد. اونایی که خدا شناسن در مقابل یک قسم یک همچه حساب و کتابی باز میکنه. حضرت میفرمایند من سألکم بالله فاعطوا، اگر کسی شما را به خدا قسم داد و شما کاری ازتون ساخته بود براش انجام بدید. حالا بینی و بین الله میدونید امام زمان ما را قسم داده به حق خدا، به حق جدش رسول خدا، به حق اجدادش. آی شیعیان منو کمک کنید، من تنها. یه این تعبیر امام زمانه. وقتی تشریف میارد مردم قسم میدهد من پسر رسول خدایم، من خلیفه خدایم، من بقیت الله فی السماوات والارضینم. مردم به خاطر خدا منو کمک کنید، به خاطر جدم رسول خدا که من پسر رسول خدایم مرا یاریم کنید. من میخوام انتقام خون جدم حسین را بگیرم، میخوام انتقام اون بازوی آزرده مادرم فاطمه رو بگیرم. من پسر فاطمه، منو کمکم کن. شیعیان منو کمک کنید، من تنها.